سلام به همه دوستان عزیزم. اگه به دنبال سفید شدن و روشن شدن پوست صورتت هستی بدون اینکه از مواد شیمیایی و کرم‌های مضر استفاده بکنی، این ویدیو دقیقاً برای شماست. امروز 5 نسخه فوق‌العاده طب سنتی و کاملا طبیعی رو به شما میگم که قرنها برای شفافیت، روشن شدن و زیبایی پوست ازشون استفاده میشده. تمامی این نسخه ها که امروز روش درست کردنش رو به شما آموزش میدم فقط از ترکیبات گیاهی و طبیعی ساخته میشن. البته یادتون باشه این روش ها طبیعی هستن، بنابراین نتایجشون به تدریج حاصل میشه. مثل ترکیبات شیمیایی فوری نیست و البته بافت پوستت رو همین ترکیبات گیاهی تخریب نمیکنه. فکر میکنم توضیحات تا همینجا کافیه. میدونم منتظرید که نسخه ها رو یاد بگیرید. برای نسخه اول، در واقع توی نسخه اول میخوایم یک ماسک درست کنیم با استفاده از زردچوبه، نخود و شیر. این ماسک پوست صورت رو فوق‌العاده روشن میکنه، همچنین شفافیت پوست رو هم افزایش میده. برای درست کردن این ماسک عالی، یک قاشق غذاخوری آرد نخود، اندازه نوک قاشق مرباخوری زردچوبه طبیعی و 1 الی 2 تا قاشق غذاخوری شیر و نصف قاشق غذاخوری عسل مرغوب هم احتیاج داریم. خب چجوری باید این رو درستش بکنیم که بهترین نتیجه رو هم برای ما به ارمغان بیاره؟ یه ظرف چینی برمی‌داری، یه کاسه چینی یا شیشه‌ای بردار، به هیچ عنوان از ظروف پلاستیکی استفاده نکن. آرد نخود رو بریز داخل کاسه، مقدار خیلی کمی زردچوبه هم اضافه کن. اگه زردچوبه رو خیلی زیاد بزنی پوستت رو زرد میکنه، حواست باشه. بعضی عادت دارن مثلا یه نسخه رو میبینن فکر میکنن هر چقدر بیشتر بریزن اثرش بیشتر میشه. نه، زردچوبه رو یک کوچولو بهش اضافه بکن. همچنین شیر رو هم کم کم اضافه کن و خوب هم بزن تا یه حالت خمیری تشکیل بشه. و در مرحله آخر عسل رو هم اضافه کن، مجدد خوب هم بزن. چرا داریم تو این ترکیب عسل اضافه میکنیم؟ عسل، اگه یه جوری گفتم عسل انگار دارم اسم صدا میکنم، عسل مرغوب باعث میشه بافت پوستت تغذیه بشه، همچنین به پوست یه حالت لطافت، نرمی هم میده. خب حالا ترکیبمون رو درست کردیم، چجوری باید استفاده بکنیم؟ اول از همه خیلی مهمه، دقت کن، اول از همه پوستت رو با آب ولرم به خوبی بشور و تمیزش کن و بعد یه حوله بردار، خیلی نرم ضربه بزن که پوستت خشک بشه. حالا از این ترکیبی که درست کردی روی صورتت بزن، کل صورتت رو ماسکش کن، بذار 15 الی 20 دقیقه هم رو صورتت بمونه و بعدش با آب ولرم صورتت رو آب کشی بکن. زمان و دوره مصرفش هم خیلی مهمه، توجه داشته باش. 2 تا 3 مرتبه در طول هفته مجاز هستی که از این ترکیب استفاده بکنی. به مدت 4 الی 6 هفته اینو مرتب تکرارش میکنی. بعد از این مدت که تموم شد، 4 الی 6 هفته تموم شد، به مدت 2 هفته اجازه استفاده کردن نداری. در هر صورت اینها داروهای گیاهی هستن، باید یک دوره استراحت هم برای بدن و پوست صورتت مد نظر قرار بدی. و بعد از اینکه 2 هفته تموم شد مجدد میتونی این ترکیب رو درست کنی و به همین صورت استفاده بکنیم. البته این نسخه زبونم گرفت، چقدر امروز زبونم میگیره. این نسخه موارد منع مصرف هم داره. افرادی که پوستشون خیلی حساسه یا پوست آلرژیک دارن بهتره که از این نسخه استفاده نکنن. البته با هر کدوم از این ترکیبات هم که بدن سازگاری نداره بهتره که این نسخه رو استفاده نکنی. به جاش 4 تا نسخه دیگه هم هست که در ادامه میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری درستشون بکنید. دوستان عزیزم، ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک خوشگل روش بزنیم، همچنین کانال رو هم سابسکرایب داشته باشی و این ویدیو رو هم بفرستی برای دوستان آشنایانتون تا اونها هم بتونن از این نسخه های شگفت انگیز استفاده بکنن. در نسخه دوم میخوایم یک ماسک درست کنیم با گلاب و نشاسته و سفیده تخم مرغ. این ماسک پوست صورت رو روشن و سفت میکنه. دیدی بعضیا پوست صورتشون حالت افتاده داره، شله؟ این ماسک دقیقا اون شلی رو برطرف میکنه، مخصوصا ناحیه زیر چشم چروک میشه، شل میشه.
برای درست کردن این ماسک یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 2 قاشق غذاخوری گلاب طبیعی و 1 عدد سفیده تخم مرغ لازم داریم. روش درست کردن هم به این صورت هست که نشاسته و گلاب رو با هم خوب اول مخلوطشون میکنیم و بعد سفیده تخم مرغ رو هم یه مقدار میزنیم. نمیخوایم خیلی سفت بشه مثل موقعی که شیرینی میخوایم کیک میخوایم درست کنیم، نه اونجوری نمیخوایم سفت بشه، خامه‌ای نمیخوایم بشه. یه مقدار میزنی که بافت اون سفیده تخم مرغ یه مقدار منسجم بشه. بعدش چیکار میکنی؟ این سفیده رو به این ترکیب اضافه میکنی و خوب مخلوط میکنی تا یه بافت ژله‌ای ایجاد بشه. وقتی به بافت ژله‌ای رسیدی ترکیب ما آماده است. روش مصرف کردن هم به این صورته که اول صورت رو خوب میشوری با آب ولرم تا تمیز بشه، بعد خشکش میکنی. حالا چیکار میکنی؟ این ترکیب رو روی صورتت میزنی، کل صورتت ماسک میکنی، اجازه میدی 20 دقیقه هم بمونه و بعدش با آب ولرم صورتت رو میشوری. دوره مصرف 2 بار در طول هفته هستش، به مدت 5 هفته این رو تکرارش میکنی و بعد از این 5 هفته به مدت 2 هفته اجازه استفاده کردن نداری و تو این 2 هفته بدنت استراحت باید بکنه. البته به هر کدوم از این ترکیباتی که تو این نسخه بود بدنت حساسیت داره، واکنششون میده، بهتره که این نسخه رو استفاده نکنی وگرنه مورد منع مصرف خاص دیگه‌ای نداره. و اما نسخه سوم، تو نسخه سوم میخوایم با آلوورا، روغن بادام و گلاب یه ماسکی درست بکنیم که علاوه بر این که پوست صورت رو روشن میکنه، باعث میشه یک آبرسانی فوق‌العاده برای بافت پوست صورت هم فراهم بشه، همچنین بافت پوست صورت رو هم به شدت تغذیه میکنه. دیگه از این چی بهتر میخوای؟ برای درست کردن این ماسک اندازه 1 قاشق غذاخوری ژل آلوورای تازه، 3 قطره روغن بادام شیرین طبیعی، 1 قاشق مرباخوری گلاب طبیعی احتیاج داریم. روش درست کردن هم خیلی راحته. یه کاسه چینی یا شیشه‌ای برمی‌داری، ژل آلوورا رو داخلش می‌ریزی و بعدش روغن بادام و گلاب رو هم اضافه می‌کنی و خیلی خوب مخلوطش می‌کنی. خب دیگه ترکیب آماده است، آماده استفاده کردن. به این صورت باید استفاده کنی که باز هم صورتت رو اول خوب تمیزش می‌کنی با یک تفاوت کوچولو. صورتت نباید خشک بشه، بذار یک کوچولو رطوبت روی صورتت باقی بمونه. حالا از این ترکیبی که درست کردی روی کل صورتت میزنی و آروم شروع میکنی ماساژ میدی. ماساژ بده تا کاملا جذب بشه. وقتی که جذب شد بذار تا صبح روی صورتت بمونه و صبح که از خواب بیدار شدی با آب ولرم بشور. نکتهشو متوجه شدی کجاست؟ زمان استفادهشه. شبها که میخوای بخوابی باید این ترکیب رو استفاده کنی تا صبح هم روی صورتت بمونه. دوره مصرف به این صورتی که 3 الی 4 مرتبه در طول هفته از این ترکیب استفاده بکن به مدت 5 الی 6 هفته. وقتی که 5 الی 6 هفته مرتب استفاده کردی 2 هفته استراحت بده به زبونم گرفت 2 هفته استراحت بده به بدنت، به پوست صورتت و بعد از این 2 هفته مجدد میتونی استفاده بکنی طبق همین دستورالعملی که برای شما آموزشش رو گفتم. البته اگه به هر کدوم از این ترکیباتی که تو این نسخه وجود داره بدنت حساسیت داره، بهتره که از این نسخه استفاده نکنی. حالا میرسیم به نسخه 4. نسخه 4 در واقع یک اسکراب فوق‌العاده است که با برنج و عسل و لیمو میخوایم درستش بکنیم. این اسکراب چیکار میکنه؟ سلول‌های مرده‌ای که روی پوست صورت هست رو حذفشون میکنه. دیگه لازم نیست کلی هزینه بکنی از محصولات شیمیایی استفاده بکنی برای حذف کردن سلول‌های مرده. از همین اسکراب میتونی استفاده بکنی و همچنین پوست صورت رو به شدت روشن میکنه. لیمو ترش چیکار میکنه؟ لایه برداری رو انجام میده. یعنی با لیمو ترش میتونی با حداقل هزینه لایه برداری عالی از پوست صورتت انجام بدی. برای درست کردن این اسکراب اندازه 1 قاشق غذاخوری آرد برنج احتیاج داریم. بهتره که برنج محلی یا همون برنج ایرانی خودمون باشه. 1 قاشق مرباخوری عسل مرغوب احتیاج داریم. 3 الی 5 قطره آب لیمو ترش حتما تازه احتیاج داریم.
به هیچ عنوان از آب لیموهای صنعتی استفاده نکن. یه دونه لیمو ترشو بردار، نصفش کن، 3 الی 5 قطره از آبش رو احتیاج داری. روش درست کردن هم به این صورته که تمام این ترکیبات رو بریز توی ظرف چینی یا شیشه‌ای مثل کاسه، خوب هم بزن تا یک حالت خمیری نرم به وجود بیاد. روش مصرف کردن هم به این صورته که اول صورتت رو خوب میشوری با آب ولرم و بعدش نیمه مرطوب میکنی صورتت رو. حالا از این ترکیبی که درست کردی روی صورتت ماسک میکنی، اسکرابش میکنی، 2 الی 3 دقیقه هم خوب ماساژش بده و بعد صورتت رو با آب ولرم بشور. دوره مصرف فقط هفته 1 مرتبه مجاز به استفاده هستی. نیای هفته چند مرتبه استفاده کنی یا آسیب ممکنه بزنه به پوست صورتت، بالاخره لایه برداریه دیگه. حواست باشه هفته 1 مرتبه استفاده کن به مدت 5 هفته و بعد از این 5 هفته 2 هفته به بدن و به بافت پوست صورتت استراحت بده و بعد از این 2 هفته میتونی مجدد از این ترکیب استفاده بکنی طبق همین دستورالعمل. البته موارد منع مصرف خاصی نداره این نسخه. اگر بدنت نسبت به برنج، عسل یا لیمو ترش حساسیت نشون میده، طبیعتاً از این نسخه استفاده نباید بکنی. برای نسخه 5 میخوایم یک ماسک درست کنیم با چوب صندل، گلاب و شیر. این نسخه ریشه ایرانی و هندی داره، یعنی هم هندی ها ازش استفاده میکنن هم ایرانی ها ازش استفاده میکنن. برای شفافیت و روشن شدن پوست صورت هم عالیه. برای درست کردن این نسخه عالی و این ماسک 1 قاشق مرباخوری پودر چوب صندل، 2 قاشق غذاخوری گلاب طبیعی و 1 قاشق غذاخوری شیر لازم داریم. روش درست کردن به این صورته که تمام این ترکیبات رو میریزی داخل 1 کاسه چینی یا شیشه‌ای، خوب با هم مخلوط میکنی تا یک خمیر نرم تشکیل بشه. روش مصرف کردن به این صورته که اول صورتت رو خوب میشوری و خشکش میکنی. حالا از این ترکیبی که درست کردی روی صورتت ماسک میکنی، اجازه بده 20 دقیقه هم روی صورتت بمونه و بعدش با آب خنک صورتت رو بشور. نسخه قبل با آب ولرم بود، تو این نسخه با آب خنک باید بشوری. سرد نه، خنک باشه. دوره مصرف هفته 2 مرتبه میتونی از این ماسک فوق‌العاده استفاده بکنی به مدت 6 هفته. وقتی که این 6 هفته تموم شد 2 هفته اجازه استفاده کردن نداری و تو این 2 هفته بدنت باید استراحت بکنه و مجدد بعد از این 2 هفته میتونی طبق همین نسخه و همین روشی که گفتم درست بکنید ترکیب و ماسک رو و مجدد استفاده بکنیم. این نسخه هم موارد مصرف خاصی نداره. اگه نسبت به صندل، گلاب و شیر بدنت حساسیت داره، بهتره که از این نسخه استفاده نکنی. دوستان عزیزم، میرسیم به یک توصیه به شدت مهم که حتما باید رعایت بکنید. فقط از این نسخه ها بخواید استفاده کنید ممکنه براتون جوابگو نباشه ها. چرا؟ چون شما در کنار استفاده از این نسخه ها دارین یک سری عادات اشتباه رو انجام میدید که اثر مثبت این نسخه ها رو به طور کامل یا تا حد زیادی خنثی میکنه. مثال میزنم براتون. لازمه که غذاهای چرب رو تا حد امکان مصرفش رو کم بکنی، چون این چربی های مضر، این روغن های صنعتی بافت پوست رو به مرور تخریب میکنه. شما میای نسخه رو استفاده میکنی ولی غذاهای چرب میخوری، اثرش رو خنثی میکنه، بعد میگید که این نسخه ها هیچ وقت جواب نمیده. یا اینکه هم میخوابید، باید خواب کافی داشته باشید. خواب کافی نداشته باشید پوستتون حالت طبیعیش رو از دست میده، آسیب میبینه. اگر آب کافی هم در طول روز نخورید به همین صورت بافت پوستتون آسیب میبینه. اینها خیلی مهمه. اگر اینها رو رعایت نکنید، مثلا نوشابه بخورید، فست فود زیاد بخورید، هر چقدر نسخه ها رو استفاده بکنید خنثی میشه. حتی از محصولات شیمیایی هم استفاده بکنید به همین صورت. محصولات شیمیایی هم تا یک جایی جواب میده، مجبور میشید برید یک محصول دیگه‌ای که ترکیبات شیمیایی قوی‌تری توش به کار رفته استفاده بکنید. هر چقدر مواد شیمیایی قوی‌تر به کار بره تو اون محصول شیمیایی، بافت پوستت عمیق‌تر و بیشتر تخریب میشه. اینها رو حتما رعایت بکنید. اگر این ویدیو براتون مفید بوده، لایک یادتون نره، کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید
ویدیو و کانال رو هم برای دوستان آشنایانتون هم بفرستید تا ویدیوی بعدی و نسخه های شگفت انگیز بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و با انرژی خیلی بالا باشید.